یک علاوه بر اینکه فرمایشاتشون رو خواهیم شنید، یک حرکت نمادین و به یاد ماندنی هم انشاءالله تجربه خواهد شد. اینکه ما تک تک ما در واقع داریم به افقهای روشن این سرزمین راه می‌دهیم، داریم به عزت و آزادی و سربلندی این سرزمین راه می‌دهیم. اگر جایی رو امضا می‌کنیم، اگر انگشت بر پای برگه ای می‌گذاریم که هویت خودمون رو در گروه اون برگه می‌دونیم و اثر انگشت خودمون رو به عنوان شاخص‌ترین نشانه هویتمون پای برگه رأیمون ثبت می‌کنیم، یعنی اینکه با همه وجودمون برای این سرزمین و پرچم این سرزمین و سربلندی این سرزمین تلاش خواهیم کرد. این اتفاق شاید امروز به شکلی دیگر و نمادین روی این صحنه با حضور بزرگان تجربه بشه. من قرار بود که آقای دکتر بهشتی رو به صحنه دعوت بکنم. در آخرین لحظه به من گفتن مکس رو نمیدونم آقای دکتر حضور دارم. بله، در اثناء ورود به سالن هستن. من یه اشاره کوچکی به شخصیت دکتر بهشتی عزیز داشته باشم، گرچه برای شما آشنا هستن. فرزند برومند و دوست داشتنی شهید بزرگوار آیت الله دکتر بهشتی که در رشته حکمت و فلسفه غرب ایشون درجه دکترا را حاصل کردن، مدیر استاد دانشگاه تهران هستند و تربیت شده اندیشه های معمار انقلاب اسلامی آقای دکتر بهشتی روی صحنه هستند. دکتر محمد رضا بهشتی فرمایشاتشون رو با اشتیاق می‌شنوم. سلام علیکم.